ببین الان تو این ثانیه قلب من چند بار زد، خون رسانی کرد، نفس کشیدم و جسم من ذاتش تو لحظه است. حالا ما چرا نمیتونیم خودمون تو لحظه زندگی کنیم؟ برمیگرده به روان و احساس ما. اینا نمیذاره ما تو لحظه زندگی کنیم و از ثانیه به ثانیه های زندگیمون لذت ببریم. مثال میزنم، مثلا من رفتم از میوه فروش سر محلمون 1 کیلو سیب خریدم و سیب قرمزم خریدم که اون رنگ خاص و اون رنگ بسیار قشنگی داره. خب من میام این سیب بخورم، به جای اینکه اون از رنگ استثنایی سیب لذت ببرم، از سیبی که ترده آبداره لذت ببرم، به این فکر میکنم که این گرون داد به من و چقدر این میوه فروش بی‌انصافه. و ذهن من، روان من میره تو برش تا ببین کجا، که میرسه به اقتصاد معیوب و نمیدونم این داستانا. خب من تو اون لحظه مشغول خوردن سیب میشم، ولی ذهن من، اون شاخصه روانی من دنبال چراهاست و چگونه هاست و این داستانا. من نمیتونم از رنگ سیب، از اون آبداری و خوشمزگی سیب لذت ببرم.